چاقی پنجمین علت مرگ و میر توی جهانه. هر ساله حدود 2.8 میلیون بزرگسال جونشون رو به خاطر عوارض ناشی از چاقی از دست میدن. حدود 40% این افراد چاق به خاطر دیابت، 30% به خاطر سرطان‌های ناشی از چاقی و حدود 10 تا 40% به خاطر مشکلات قلبی عروقی جونشون رو از دست میدن. اما حتما اسم جراحی‌هایی مثل اسلیو معده و بایپس معده رو شنیدین. توی این ویدیو می‌خوام درباره انواع روش‌های کاهش وزن و انواع جراحی‌ها و همچنین فوایدشون، معایبشون، عوارض خود جراحی‌ها و عوارض مراقبت‌هایی که تا آخر عمر باید بعد از جراحی انجام بدین بهتون بگم. ولی قبل از اینکه انواع جراحی‌های چاقی رو بهتون بگم، سوال اینه اضافه وزن و چاقی چیه و چه کسی اضافه وزن داره، چه کسی چاقه؟ توی مبحث اختلالات چاقی و اضافه وزن حالتی گفته میشه که وزن از مقادیر استاندارد برای قد فراتر میره و وزن بدن 10 تا 19% بالاتر از وزن ایدئال برای قد و سنه. یعنی شخصی که 1.70 قدشه و سن مثلا 20 سال داره، ما میگیم وزنش مثال میانگین بین 60 کیلوگرم تا 70 کیلوگرمه. وقتی شخص 10 تا 20% بیشتر از این وزنه، مثلا شخصی که باید 70 کیلوگرم باشه 10% حدود 80 یا 90 کیلوگرمه، میگیم شخص اضافه وزن داره. حالا چاقی چیه؟ وجود چربی اضافه به صورت عمومی یا منطقه‌ای 20% بیشتر از وزن ایدئال بدن. یعنی شخصی که 170 قدشه و سن 20 سال داره، وزن ایدئالش مثال 70 کیلوگرمه، 20% بیشتر، مثلا حدود اون 20 کیلوگرم یا توی کل بدن پخش شده، کلا شخص چاقه، یا فقط دور شکم و دور باسن جمع شده و به این حالت‌ها تجمع چربی عمومی یا منطقه‌ای میگن. و همچنین یه مدل چاقی دیگه داریم به اسم چاقی مرضی که شخص چربی خیلی زیادی داخل بدنش داره و این چربی باعث به وجود اومدن مشکلات گوارشی و کاهش طول عمر اون شخص میشه. اگه شما اضافه وزن داشته باشین یا مبتلا به چاقی باشین و به پزشک مراجعه کنین، پزشک با 3 تا شاخص تغذیه‌ای تشخیص میده که شما کاندید جراحی هستین یا نه. اولین مورد تن‌سنجیه که پزشک میاد بر اساس استانداردهایی ابعاد فیزیکی اون شخص رو بررسی میکنه. برای مثال ضخامت پوست، دور بازو، قد و وزنش رو بررسی میکنه و تشخیص میده که این شخص کاندید جراحی هستش یا نه. مورد دوم کالری سنجی ترکیبات غذایی، کالری که اون شخص مصرف میکنه رو بررسی میکنن. و مورد سوم شاخص توده بدنی یا BMI که یکی از بهترین راهها برای کنترل نوسانات وزنه. فرمول محاسبه شاخص توده بدنی یا BMI وزن به روی مجذور قده، یعنی وزنتون رو توی صورت کسر می‌نویسین، مثال 70 کیلوگرم، و قدتون رو به صورت متر، اگه 170 سانتی متر هستین 1.7 متر ضرب در 1.7 متر میکنین و این تقسیم رو انجام میدین و BMI بدنتون رو به دست میارین و عددی که از این تقسیم به دست آوردین رو باید توی این جدول BMI قرار بدین تا بفهمین توی کدوم رنج قرار دارین. اگه این عدد زیر 18.5 شما کمبود وزن دارین، اگه بین 18.5 تا 24.9 وزن نرمالی دارین، اگه بین 25 تا 29.9 شما دچار اضافه وزن هستین، اگه بین 30 تا 34.9 چاقی درجه 1 دارین، بین 35 تا 39.9 چاقی درجه 2 و اگه بیشتر از 40 چاقی مفرط یا درجه 3 مبتلا هستین. همونطور که گفتم محاسبه BMI یکی از بهترین روش‌های کنترل نوسانات وزنه، ولی یه مشکلی داره، عدم توجه به تیپ‌های بدنی. ما 3 مدل تیپ بدنی داریم: اندومورف، مزومورف و اکتومورف. افراد اندومورف چربی زیادی دارن و سنگین‌تر هستن. افراد مزومورف عضلات ورزیده‌ای دارن و ساختمان عضلانی مناسبی دارن و افراد اکتومورف فاقد چربی و فیبر عضلانی کافی‌اند. برای اینکه یه مثال بزنم بهتر متوجه بشین، یه بسکتبالیست رو در نظر بگیرید. این شخص قد بلندی داره، 2 متر بیشتر از 2 متر، و وزن پایینی داره که بتونه پرش‌های خوبی انجام بده و بهتر بوده. ولی وقتی مشخصات این شخص رو توی شاخص توده بدنی قرار میدیم، یعنی وزن رو توی صورت قرار میدیم و مجذور قدش قد بلندی داره توی مخرج قرار میدیم، عددی که به دست میاد کمتر از 18.5. یعنی بر اساس گفته شاخص توده بدنی و BMI این شخص به کمبود وزن مبتلاست. ولی در واقعیت این شخص در بهترین حالت سلامتی خودش قرار داره و یه ورزشکار حرفه‌ایه. یا یه مثال دیگه بدنسازهای حرفه‌ای، شخصی مثل هادی چوپان رو در نظر بگیرید. وقتی وزنش رو بررسی می‌کنیم، وزن بیشتر از 100 کیلو، 110 120 کیلو وزن داره. وقتی قدش رو نگاه می‌کنیم، حالا دقیق نمیدونم، بین 1.70 تا 1.80 دیگه، حالا ما در نظر می‌گیریم 1.80. وقتی این اعداد رو جایگذاری می‌کنیم، وزن رو توی صورت و مجذور قد رو توی مخرج، عددی که به دست میاد عدد بالاییه توی BMI و این نشون میده که این شخص به اضافه وزن مبتلا است، در حالی که در واقعیت این شخص اصلا اضافه وزن نداره و در بهترین حالت بدنی خودش قرار داره و این شخص توی دسته مزومورفاست که عضلات ورزیده و توده عضلانی مناسبی داره. و توی این حالت‌ها به جای استفاده از BMI از تست‌های دیگه‌ای مثل درصد چربی بدن، دور کمر و تست‌های دقیق‌تر دیگه‌ای استفاده می‌کنن برای نشون دادن میزان چاقی افراد. حالا شما BMI بدنتون رو به دست آوردین، بریم بهتون بگم
که پزشکا برای هر رنج BMI چه روش درمانی رو برای چاقی در نظر میگیرن. برای افرادی که BMI بدنشون بین 25 تا 30 هست، این افراد دچار اضافه وزن هستن و بهترین روش کاهش وزنشون تغییر سبک زندگی و تغییر رژیم غذاییه و تا جایی که میتونن باید غذاهای کم کالری، کم چرب، فست فود کمتر، قند کمتری مصرف کنن و همچنین به صورت روزانه ورزش و تحرک داشته باشن و همچنین توی این مسیر کاهش وزن هم باید صبر و شکیبایی داشته باشن. خب بعضی از افراد اینجوریان که غذای خیلی کمی مصرف میکنن در حدی که فقط زنده مونن، 1 ماه 2 ماه آره درسته وزن خیلی زیادی از دست میدن، ولی این از دست دادن وزن باعث میشه که مواد معدنی، ویتامین های بدن و حتی توده عضلانی بدن رو هم از دست بدن که این برای بدن خیلی آسیب میزنه و حتی ممکنه بعضی از این آسیب ها جبران ناپذیر باشن. و روش دیگه برای درمان اضافه وزن افرادی که BMI بدنشون بین 25 تا 30 هست، رفتار درمانی و روان درمانی تغذیه‌ایه. بعضی از افراد به خاطر شرایط احساسی مثل استرس، اضطراب که پرخوری میکنن و دچار اضافه وزن میشن، یا مثلا محرک تغذیه‌شون اینه که وقتی جلوی تلویزیون میشینن و فیلم میبینن مدام غذا میخورن، که در این صورت مراجعه به روانشناس و مشاور تغذیه خیلی میتونه کمک کننده باشه که این استرس ها رو کنار بذارن. همچنین ایجاد عادت‌هایی در خودتون مثل آهسته غذا خوردن، خوب جویدن غذا و عدم خوردن غذا در هنگام سیری عادت‌هایی که به شما خیلی کمک میکنن توی کاهش وزنتون. و روش دیگه برای افرادی که اضافه وزن شدید دارن دارو درمانیه. افرادی که از ورزش کردن و رژیم غذایی نتیجه نگرفتن، پزشک واسهشون داروهایی رو تجویز میکنه که اشتهاشون رو کم کنه و جذب چربی ها رو از رودشون کاهش بده، ولی حتما این کار باید زیر نظر پزشک باشه، مثل ملین ها، دیورتیکا و بعضی از هورمون ها، و ممکنه به بدنتون آسیب بزنه. برای موارد جدی‌تر BMI بالای 35 و 40 که با بیماری‌های مثل دیابت همراهه، گزینه‌های جراحی مطرح میشه. جراحی‌هایی مثل اسلیو معده که بخشی از معده رو برمی‌دارن، یا بایپاس معده که مسیر گوارشی رو تغییر میدن، همچنین بالون معده که داخل معده یه بالونی رو میذارن که حجم معده رو بگیره، و یا حلقه معده که دور معده حلقه ایجاد میکنن که حجم معده رو کاهش بدن. اینا جراحی‌ها و روش‌هایی هستن که وزن بدن رو خیلی سریع کاهش میدن، ولی نیاز به مراقبت طولانی مدت دارن. حالا بریم اندیکاسیون های جراحی کاهش وزن رو بهتون بگم، یعنی چه کسایی واجد شرایط جراحی هستن. افرادی که BMI بدنشون بالاتر از 40 یا BMI شون بین 35 و 40 ولی یکی از بیماری های مزمنی مثل دیابت یا فشار خون دارن. افرادی که با سایر روش های غیر جراحی مثل ورزش کردن و رژیم تغذیه‌ای موفق به کاهش وزن نشدن. افرادی که سنشون بین 18 سال تا 65 سال است، یعنی کمتر از 18 سال و بیشتر از 65 سال کاندید جراحی نیستن. افرادی که تعهد به تغییر شیوه زندگی دارن. خب بعضی از افراد وزن بالایی دارن، BMI بالای 40 دارن و چون کاندید جراحی هستن میان جراحی انجام میدن، ولی بعد از جراحی هیچ تغییری توی سبک زندگیشون ایجاد نمیکنن و دوباره مثل قبل پرخوری انجام میدن و دوباره رفته وزنشون میره بالا و هیچ تغییری توی حالت بدنشون اتفاق نمیفته و تنها چیزی که واسهشون میمونه عوارض ناشی از جراحی و عوارض داروهای بعد از جراحیه و همچنین داشتن ثبات روانی. خب افرادی که ثبات روانی ندارن ممکنه بعد از جراحی دوباره پرخوری بکنن و وزنشون به حالت قبل برگرده و وقتی در هر دو حالت وزن تو یکیه، منطقی نیست که کلی عوارض جراحی و عوارض داروهای بعد از جراحی رو به جون بخری. حالا اگه شما واجد شرایط باشین و همه این گزینه‌هایی که گفتم رو داشته باشین، پزشک یکی از انواع جراحی‌ها رو واسه شما در نظر میگیره. حالا چه کسانی کانتراندیکیشن های جراحی کاهش وزن هستن و این جراحی‌ها روی اونها انجام نمیشه؟ افرادی که BMI کمتر از 35 دارن باید به شکل سنتی و با رژیم گرفتن و ورزش کردن وزنشون رو کم کنن. افرادی که سن کمتر از 18 سال یا بیشتر از 65 سال دارن و همچنین افرادی که ناتوان در پیگیری طولانی مدت بعد از عمل دارن و مراقبت‌های بعد از عمل رو نمیخوان انجام بدن. افرادی که اعتیاد به الکل و مواد مخدر دارن یا بیماری‌های روانی شدیدی دارن یا نارسایی شدید قلبی دارن. همچنین افرادی که توی مرحله نهایی بیماری ریوی هستن و یا توی دوران بارداری و شیردهی و همچنین سابقه جراحی قبلی معده و روده دارن، جراحی‌های کاهش وزن این افراد انجام نمیشه. حالا بریم انواع روش‌های جراحی رو بهتون بگم. اولین روش باندینگ معده است که در BMI بین 35 تا 40 مورد استفاده قرار میگیره. در این روش حجم معده رو با این نوار سیلیکونی محدود میکنن و به دو بخش بالایی 15 تا 30 cc و بخش پایینی تقسیم میکنن، این ساعت شینی، و با تنگ و گشاد کردن این نوار سیلیکونی میتونیم حجم معده رو تغییر بدیم. حالا فواید باندینگ معده چیه؟ این روش کمتر تهاجمیه و معده به طور مستقیم دستکاری نمیشه، قابل برگشت و قابل تنظیمه. میتونیم تنگ و گشادش کنیم و حجم معده رو بزرگتر و کوچیک‌تر کنیم.
درد کمتری به دلیل عدم برش جراحی داره و همچنین عوارض کمتری نسبت به جراحی بزرگ داره و شخص نیاز کمتری به داروها و مکمل‌های غذایی بعد از عمل جراحی داره. و حالا معایب انجام جراحی باندینگ چیه؟ عود چاقی در صورت مصرف شیرینی زیاد، یعنی اگه شخص شیرینی زیادی مصرف کنه با وجود باندینگ معده بازم باعث افزایش وزن میشه. عفونت باند و زخم معده، چون یه جسم خارجی رو داخل معده گذاشتن و شکل معده رو تغییر دادن، باعث زخم معده میشه. و همچنین جابجا شدن حلقه در صورت عق زدن زیاد، یعنی شخص اگه زیاد عق بزنه ممکنه این حلقه جابجا بشه و میزان کاهش وزن نسبت به روش بایپاس معده کمتره. مورد بعدی جراحی بایپاس معده است که در BMI بالاتر از 45 و بالاتر از 35 که با دیابت همراهه انجام میشه. بایپاس معده بیشترین تاثیر روی اضافه وزن داره که شخص بین 18 ماه الی 2 سال 80% اضافه وزنش رو از دست میده. عمل جراحی بایپاس شامل کوچیک کردن معده و کوتاه کردن روده میشه. به این صورت که از بخش فوقانی معده یک کیسه کوچیک میسازن و طول روده رو به 120 سانتی متر کوتاه میکنن و به این معده کوچیک وصل میکنن. اینجوری هم معده کوچیک‌تر میشه و شخص غذای کمتری مصرف میکنه و همچنین مسیر گوارشی کمتر میشه و جذب مواد مغذی کاهش پیدا میکنه که باعث کاهش وزن شخص میشه. حالا فواید جراحی بایپاس معده چیه؟ همونطور که گفتیم موثرترین روش جراحی چاقیه که شخص بیشترین کاهش وزن رو در این نوع جراحی داره. برگشت کمتری داره، یعنی شخص بعد از عمل جراحی احتمال کمی داره که دوباره اضافه وزن بگیره. همچنین افرادی که اضافه وزن با دیابت نوع 2 دارن باعث درمان دیابت نوع 2 میشه و این نوع جراحی بین 18 تا 75 سالگی قابل انجامه و دردش جوری نیست که غیر قابل تحمل باشه. و معایب جراحی بایپاس معده اینه که شخص نیاز به مصرف مکمل‌های ویتامین، آهن و کلسیم تا آخر عمر یا حداقل 2 سال اول داره. خطر ایجاد سنگ‌های صفراوی توی شخص وجود داره. همچنین افرادی که جراحی بایپاس معده انجام دادن نیاز به پیروی از رژیم غذایی خاص برای همه عمرشون دارن و احتمال بروز سندرم دامپینگ توی این افراد بالاست که جلوتر سندرم دامپینگ رو بهتون میگم چیه. و همچنین عدم توصیه به حاملگی تا پایان دوره لاغری که حدود 2 سال طول میکشه. روش دیگه جراحی اسلیو معده است که در BMI های بیشتر از 55 انجام میدن. در جراحی اسلیو معده حجم معده رو به اون مقدار غذایی که شخص باید بخوره کاهش میدن و اون خم بزرگ معده رو برمیدارن و حجم معده رو به 100 الی 150 سی سی میرسونن. این کار باعث بی‌اشتهایی بیمار به مدت چند ماه میشه، به خاطر اینکه سلول هایی که تولید کننده هورمون گرسنگی هستن با برداشتن بخش اعظم معده از بین میرن و اینجوری باعث کاهش وزن شخص میشه. حالا فواید جراحی اسلیو معده چیه؟ باعث کاهش حجم معده میشه و همچنین عملکرد نرمال معده رو نگه میداره. انجام عمل به شیوه لاپاراسکوپیه و همچنین شیوه عمل ساده و زمان عمل هم کوتاهه. مدت زمان بستری بیمار توی بیمارستان بعد از جراحی کوتاهه و همچنین شخص دچار عدم سوء جذب شدید و کمبود ویتامین ها نمیشه و همچنین جسم خارجی هم داخل معده نمیذارن مثل روش باندینگ که باعث عفونت بشه. حالا معایب جراحی اسلیو معده چیه؟ میزان کاهش وزن کمتر از روش بایپاس معده است، یعنی افرادی که بایپاس معده انجام میدن کاهش وزنشون نسبت به این جراحی بیشتره. برگشت ناپذیر بودن این روشه، چون دیگه بخشی از معده رو برداشتن و دیگه نمیتونن بعداً بیارن اون بخش رو بچسبونن. قابلیت گشاد شدن و افزایش حجم باقی مانده معده بعد از 5 سال. ممکنه بعد از 5 سال معده دوباره بزرگ شه و شخص دوباره پرخوری انجام بده و وزنش بره بالا. و مهمترین عارضه‌اش احتمال نشت از محل بخیه‌ها و نیاز به عمل مجدده. روش دیگه بالون‌گذاری معده است. این روش یه روش غیر تهاجمی و غیر جراحیه که یه بالون رو با اندوسکوپی داخل معده قرار میدن و داخلش رو با هوا یا مایع پر میکنن و این کار باعث میشه حجم معده رو پر کنه و باعث سیری کاذب و لاغری میشه. و بعد از 6 ماه که وزن شخص کاهش پیدا کرد، این بالون رو از داخل معده در میارن و شخص باید رژیم غذاییش رو رعایت کنه. بالون‌گذاری توی این افرادی که میگم خیلی مناسبه. افرادی که شاخص توده بدنشون بین 30 تا 40، افرادی که تعهد به تغییر سبک زندگی و پیگیری‌های منظم پزشکی دارن، افرادی که از داروهای ضد انعقادی مصرف نمی‌کنن، افراد چاقی که به بیماری‌های التهابی روده یا زخم معده، سیروز کبدی و نارسایی مزمن کلیه مبتلا نیستن، افرادی که الکل مصرف نمی‌کنن و سابقه جراحی معده و مری ندارن. همچنین افرادی که باردار نیستن، بالون‌گذاری یه روش کاهش وزن مناسبه. همچنین بالون‌گذاری هم معایبی داره که این معایب شامل درد و احساس تهوع، ریفلاکس مری، سوء هاضمه، نفخ شکم و اسهال و همچنین احتمال داره که این بالون بترکه و وارد دستگاه گوارش بشه و باعث انسداد روده بشه که البته احتمالش خیلی کمه. همه این روش‌هایی که گفتم انواع جراحی‌هایی بود که افراد برای کاهش وزن انجام میدن. حالا بریم چند تا نکته بهتون بگم. توی اسلیو یه بخش بزرگی از معده برداشته میشه و ظرفیت معده برای ذخیره مواد غذایی کاهش پیدا میکنه و به خاطر همین شخص غذای کمتری مصرف میکنه و ممکنه مواد مغذی مورد نیاز بدنش رو دریافت نکنه.
توی بایپس هم علاوه بر اینکه معده کوچیک‌تر میشه، بخشی از روده کوچیک هم که مسئول جذب مواد مغذی دور زده میشه. یعنی حتی اگه شما غذا بخورین، بدن فرصت جذب کامل ویتامین‌هایی مثل ویتامین D و ویتامین B12 و مواد معدنی مثل کلسیم و آهن رو از دست میده. یه دلیل دیگه هم تغییر میزان ترشح هورمون‌ها و آنزیم‌های گوارشیه که روی هضم و جذب مواد تأثیر میذاره، مثل جذب فاکتور داخلی. برای همین بعد از این جراحی‌ها مکمل‌های غذایی مصرف میشه تا این کمبودهای تغذیه‌ای جبران بشه. حالا بریم سندروم دامپینگ رو بهتون بگم. سندروم دامپینگ یه مشکل گوارشیه که بعد از جراحی‌هایی مثل بایپس معده و اسلیو معده به وجود میاد. وقتی که غذا خیلی سریع از معده به روده کوچیک میره بدون هضم کامل، علائمی مثل تهوع، دلپیچه، اسهال، سرگیجه یا حتی تپش قلب ایجاد میکنه و این اتفاق اغلب بعد از خوردن غذاهای شیرین یا پرچرب میفته و به دو نوع زود هنگام 30 تا 15 دقیقه بعد از غذا و دیر هنگام 1 تا 3 ساعت بعد از غذا تقسیم میشه و با تنظیم رژیم‌های غذایی و وعده‌های کوچکتر میشه این سندروم رو کنترلش کرد. و همچنین این نکته هم بهتون بگم که توی جراحی بایپس معده و اسلیو معده یه رژیم غذایی خاصی رو باید تا آخر عمرتون رعایت کنین تا بدن سالمی داشته باشین. دوستان ویدیو تمام شد. امیدوارم که به دردتون خورده باشه و اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک و سابسکرایب یادتون نره. و اگه نظر، انتقاد و پیشنهادی دارین خوشحال میشم توی کامنت ها بشنوم.